برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشابینان گرامی ما، خوش آمدید به برنامه خودتان، برنامه دیدگاه. امروز خوشبختانه خدا را شکر میکنیم که باز ما را به دیدار همدیگر رسانید. حمد و ستایش پروردگار کریم منان را که حال به ما فرصت داده است جویای عدالت باشیم، برای عدالت کوشش کنیم، برای عدالت مبارزه براییم. شکر پروردگار که درباره عدالت گپ زدن، درباره عدالت صحبت کردن، درباره حق خود را از دهان ظالمان کشیده گرفتن گپ زدن را افتخارش را به ما داده است. امروز صدها برابر ما سخندان ها، امروز صدها برابر ما گپدان ها، عالم ها به زبانشان مهر زده اند. با ظالم در مراسا هستند. سرم تنج باشد شد گفته زیر برگ ها در آمدگی هستند، پنهان هستند، خودشان را به کسی نشان نمی دهند. امروز ما ده ها زیایان را داریم که زیایی هستند، صاحب کتاب هستند، نویسنده هستند، اما قلمشان بر ضد عدالت است. قلمشان در خدمت ظالم است. حرفشان، سخنشان بر ضد ملت است. بر ضد ملت یعنی در سرکوب ملت است و حمد و ثنا از ظالم است. امروز ما چقدر روزنامه نگارانی داریم، چقدر بلاگرانی داریم که گزارششان دورتر از رقص و بازی نیست. تحقیقات ژورنالیستیشان بیرونتر از دیگ کاسه نیست. رسانه دار هستند، نشریه دار هستند، اما با ظالم در سازش هستند. هزارها ظلم بالای ملت می بیاید، مردم را شکنجه می کنند. ملت سرخم و سرکوب است، پراکنده و سرسان است. به همه این اگر نظر کند روزنامه نگار، ژورنالیست، نویسنده، میتواند ده ها کتاب بنویسد، صدها کتاب بنویسد، اهمیت نمیدهد، چشمش را میبندد، فقط در حمد و ستایش ظالم است، در حمد و ستایش دیکتاتور است. اما کسانی که در کشور همسایه ما در افغانستان از پاره‌خور، از غارتگری ملت، غارتگری مردم، از خون مردم خور دفاع میکردند، وضعیتشان چه شد؟ وضعیتشان چه شد؟ آنها را تنها پرتافت، گریخت، رفت. آنه که به او حمد و ستایش میخواندند پرتافت، گریخت، رفت. حالا دور نیست که این وضعیت به سر حمد و ثناخوان‌های تاجیک هم در تاجیکستان بیاید. این دور نیست. چرخی فلک گردد و باز آید به وطن بگوید. این چرخی فلک گشته باز به جایش می بیاید. ظالم جای خودش را می یابد. کسایی که با حمد و ثنای ظالم آواره بودند، به چشم ملت خاک می پوشیدند، دولت محوری گفته شکنجه کنی های ظالمان را
یک تاکتیکه دولتداری عنوان میکردن. ظلم، شکنجه و به زندان اندازی های نخبگان ملت را اینها گروی تینجی امانی آسایشتگی دولت حساب میکردن. همین کارشان تا کی دوام میکند؟ تا کی دور نمی پاید. این نفرانی که سرگردانی ملت را، سرسانی ملت را، شکنجه و ظلم را یک عمل مشروع برای ساختن دولتداری میدانند، دور نمی پایند. برای چی؟ برای آنکه تاریخ گواه است. تاریخ گواه است که هیچ کشور، هیچ دولت با ظلم در نمی پاید. نفرانی که به این گمان هستند، به این نظر هستند که با همین ظلم و شکنجه، با همین نخبگان ملت را به زندان اندازی ها می شود تینجی امانی آسایشتگی را تامین کرد، اینها نظر فریبان هستند. اینها نفرانی هستند که با همین گپ ها، با همین گپ های کاغذ پیچ حقیقت را می پوشانند، حقیقت را پنهان می کنند و از خودشان مولایشان را راضی می کنند. سخندان هستند، کوشش میکنند که سخنشان، حرفشان تنها به نفع خودشان باشد. یعنی در سخن اینها ملت میتواند تحقیر شود، ملت میتواند سرکوب شود، به ظالم همه اجازه داده می شود تا اینکه در سر قدرت بماند و در عوضش جان اینها به سلامت برود. کم نیستن اینها. 4-5 تحلیلگرانی داریم که محض به خاطر جانشان در امان ماندن، صحت ماندن، به کنج زندان نرفتنشان، مثل مهاجران ما سرسان سرگردان نشدنشان، برای یک بریده نان در زمستانهای خنک خشت نریختنشان، این تنبلها این را اختیار کرده‌اند که بگذار ثنای ظالم گفته شود، بگذار به ظالم حمد و ثنا خوانده شود، اما تن و جانشان صحت سلامت باشد. به ملت سر کاری ندارند. هر سخنشان این زمره انسانها خاک بر چشم ملت است. اینها از ملت طلب میکنند آرام باشند تا امانی آسایشتگی تینجی گویا اینکه تامین شود. هر نفری که بر ضد ظلم با تلاش عدالت گپ میزند، اینها میگویند اینها تندرو هستند، اینها اکستریمیست هستند، اینها تروریست هستند، اینها ناسنجیده گپ میزنند. حاضر همین شب روز برای تاجیکستان چیزی از همه ضروری این تینجی امانی آسایشتگی است. دیگه همش میشود. باید شکرانه کرد، شکرانه کرد که چنین دولت داریم، شکرانه کرد که چنین پیشوای ملت داریم. طلب اینها همین است. با همین گپ ها نان میبیارند به دستشان، با همین گپ ها نان میخورند، با همین گپ ها تینجی امانی آسایشتگی خودشان را تامین میکنند. گجای همین وقتی که شما بر ضد عدالت گپ میزنید، وقتی که شما از ظلم ظالم چشم میپوشید، وقتی که میبینید ملت غارت میشود، کشور غارت میشود، تمام بودی نبودی کشور به یغما میرود، ولی شما میگید که همین کار گروی دزدد غارت کند ملت را بکشد، فقط تینج امان آسایشته بیستین بس است.
به همین شکر کنید. ای استراتیگ ها، ای تحلیلگر ها، گوجای همین گپتان درست است. امروز ما 2.5 میلیون مهاجر سرسان و سرگردان و دربدر داریم و اکثریت آنها فرزندشان در تاجیکستان زنده یتیم است. پدر مادر زنده است، با فرزندش نیست. تنج نیست. شما میفهمید؟ شکرانه، تنجی، امانی، آسایشتگی کنید. گوجای این مهاجر تنج است. گوجای این مهاجر آسایشته است. کدام مهاجر در امان است؟ کدام مهاجر در امان است؟ اگر مهاجر در امان می بود، هر سال 1,000 تابوت مهاجر را شما در فرودگاه ها می دیدید به تاجیکستان رفتنش را. کله کیسرها 500-600 تاجیک را هر سال سر می بریدند، می کشتند، کارچه می زدند. امانی همین است، آسایشتگی همین است. به همین باید شکرانه کرد که هر روز جانت در خطر است. بر زمین آن که تو باید پول کار کنی، بر زمین آن که باید تو فرزندانت را بخورانی بپوشانی، جانت در امن نیست. حالا که طبق قانون امنیت شهروندان را خواه در داخل خواه در خارج باید حکومت تامین کند. حکومتی که نه در داخل امنیت شهروندانش را تامین کرده میتواند، نه در خارج تامین کرده میتواند، این حکومت، باز میگویم صدها بار گفته بودم، حکومت کارناشایم است. حکومتی از عهده نابرا است. وقتی که شما از امنیت، از تنجی، امانی، آسایشتگی گپ میزنید، باید شهروند کشور در گوجای نباشد، در تنجی، در امانی، در آسایشتگی باشد. چی شما تنجی گفته چرا میفهمید؟ فقط خون ریخته نشود شد؟ فقط سلاح به سر مردم نبردارید شد؟ یعنی همین را تنجی میدانید شما؟ یعنی شکرانه کنید که نکشته میتان میگویید؟ دیگه چی تنجی امانی آسایشتگی دارد مردم تاجیک؟ فقط نکشته ایستاده، تمام خون مردم را نریخته ایستاده، تمام. این هم شده ایستاده است پنهان. ده ها نخبگان کشور، بهترین شخصان کشور هر سال میمیرن. زهر داده میکشید، چیکار کرده میکشید، کشته ایستاده اید. به دشت شما سیاحت میفراید، مرده میبراید. شده ایستاده است. خونریزی باشد، خونش رو هم ریخته ایستاده اید، کشته هم ایستاده اید. به چی شکرانه کند این ملت؟ به چی؟ حالا نفرانی وارد شدن، اینها را منتظر نمی کنیم، فکرشان را گوش میکنیم، باز برنامه را همین خیلی ادامه داده رفتن میگیریم. خواهش میکنم نفری با نام سرباز افسر بفرمایید. الو، سرباز افسر بفرمایید. اعلان من این است که تماشابینان گرامی، میتوانید شما حالا اینجا رقم ها را مسئولین تکنیکی میگذارن، میتوانید توسط ایمو، توسط واتساپ زنگ بزنید، میتوانید توسط لینک استریمیارد به استودیو پیوست شوید و ابراز اندیشه کنید. لینک استریمیارد در زیر نوار در اپیسانی گذاشته شده است. رقم ها هم در اپیسانی گذاشته شده هستند، هم در اینجا الکی در نوار شما دیده ایستادید، میتوانید صحبت کنید. کسانی که تگمه لایک را پخش نکردید، خواهش میکنم تگمه لایک را پخش کنید تا اینکه دیگران با خبر شوند، واردی برنامه شوند. و کسانی که میتوانید دیگران را به برنامه دعوت کنید، خواهش میکنم در این مسئله به ما کمک کنید. کسانی که به برنامه ما داخل شده اید اما به شبکه یوتیوبی پیام تیوی ابونه نیستید، خواهش میکنم به شبکه ما ابونه شوید. حالا بفرمایید سرباز افسر. سلام بر شما آقای شوکت جان و بر کل و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته.
حال شما خوب است انشالله. شکر پروردگار که چنانه که میبینید خوب هستیم. بسی ما از اول برنامه وارد نشده بودیم، چند لحظه های آخر دریافت کردیم، میخواستیم که یک کم روشنی اگر برادر عزیز گرامی، تشکر که به برنامه و پیش از همه وارد شدید. ما امروز خواستیم درباره نظر تاجیکستانیان درباره وضعیت افغانستان را بدانیم که مردم ما درباره کشور همسایه افغانستان که امروز در این وضعیت افتاده است چی نظر دارند. حالا ببینید رئیس جمهورش گریخته رفت، فرار کرد، چندین سرلشکرانش و چندین حربیانش گریختند، مردم را به این حال پرتافته رفتند و این وضعیت نشانگری چی است و چرا این طور شد؟ تاجیکستانیان به این چی نظر دارند؟ ما در همین باره صحبت کردنیم و در این باره و یگان گفتنی دیگری دارید. مرحمت، یگان مشکل نیست. اولا من گفتنی هستم که حال و احوالی که مردم شریف تاجیکستان دارد فکر میکنم که مبالغه هم نشود، قریب که مثل همون مردم افغان است. شما همینجا بعض نقاط رو ذکر کردید در همین آخر. واقعا ملت ما کفن در سر پیچانده به مهاجرت بر آمدن. براستی من هر یک مهاجری که ترک وطن کرده است و برای دریافت قوت لایموت، من یکایک آن را قهرمانان این ملت میدانم، چون که آنها واقعا با بدترین مشکلات ها در خارج کشور روبرو می شوند. بله. درباره افغانستان باشد، موافق تحلیل کارشناسان پیش از همه فساد بود که ملک را به همین درجه آورد و رساند و در برابر فساد بودن ترک کردن مثلا منصب پرزیدنتی، گریختن و رها کردن قواهای قدرتی از طرف قماندانان و دیگر مردم. براستی در اینجا یک نقطه را بسیار قید کردن لازم است که اگر چنده که اشرف غنی دست به فساد زده بود یا نزده بود، حالا اثبات پررای این را خودش را نیافته است، ولی یک قهرمانی کرد که قریب که به جنگ بگیم ملک را تسلیم کرد به طالبان. اما در وقتهای آخر باز میبینیم که بعضی گروه ها با میخواهند که همین جلوه آتش جنگ را از سر نو برافروخته کنند. من به عامل ها نمیگذرم، ولی همین را قید کردنی هستم که این از جانب پروردگار جهانیان یک نعمتی بود که باید که از این استفاده میکردن و یک می آمدن و یک حکومت متمرکز تشکیل میکردن و صلح جاویدانه را باید که راه اندازی میکردن. اما افسوس که تبلیغات های گوناگون سر و صداها بلند کرده ایستادن، رفته ایستاده است و مردم را به حد سرسان و سرگردان به حال بد روبرو کرده ایستادند. خدا کند که عقل مردم و کسانی که امروز در سر حکومت هستند هر چی زودتر از این ورطه مردم را باید که خلاص کنند و یک ترتیب و نظام و نظم را جاری کنند. بسیار خوب می شود. تشکر. یگان علاوه دیگر دارید؟
خیر در رفتی صحبت اگر بله. با یک حالا اسماعیل را شنویم چی میگفته باشند در این باره. اسماعیل بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. سلام علیکم با کل بینندگان کانال شما. کی شوکت جان، امیدوارم خوب هستید. تشکر به شما. چی گفتنی هستم درباره حکومت امروزه افغانستان طالبان؟ من فکر میکنم در این باره حکومت امروزه طالبان پس از 3-4 سال شاید یک کمی خودشون رو در افغانستان گیرند و بعد با آسیای میانه از جمله به تاجیکستان شاید حمله کنند. شاید اینها در اونجا هم حکومت شاید حکومت رو عوض کنند. بله من هم همین خیلی چون که بله من تبادلات کرد یا یک قدرت دیگر به سری حکومت آمد، اون نمیتواند به این زودی رضایت مردم را به دست بیارد. میتواند مثل یک کوپروک به قوه‌های سیوم خدمت کند، به یگان حرکتی سیوم، به یگان قوه سیاسی سیوم مثل کوپروک خدمت کند، اما خودش نمیتواند به این زودی رضایت مردم را به دست بیارد. همین المللی خصوصا ابرقدرت ها این فکر میکنم این چیز را خوب میدانند و در همه جا این را استفاده کرده ایستاده‌اند. یعنی خصوصا قدرت های اسلامی رأسی یعنی رفته به سر قدرت رسیدنشان عاقبت آخری قدرتشان شده ایستاده است. این مسئله را ما در مصر هم دیدیم، حالا در تونس هم دیدیم این تجربه را، و این تجربه در خودی همین تاجیکستان هم شده است که تا ترسی قصر پرزیدنت آمدند، در همین حالت اصول کردند، مراسا کردند و در همین حالت پراکنده شدند. این حالت حالا در طالبان هم راه گشادند تا اینکه به سر قدرت آمده برسند و تمامی افغانستان را روی دست بگیرند. به این حق دادن. حالا نمیشود، حالا دانسته نمیشود که تقدیر تونس یا تقدیر مصر هم که به سر قدرت رسیدند به طالبان هم نمیباید. من به این فکرتون راضی هستم. بله ما چی گفتن هستم که شاید پس از 3-4 سال وقتی که خودشان رو در افغانستان خیلی خوب میگیرند، دیگر مشکلات داخلی خودشان نداشته باشند. شاید که برای که ما میبینیم که در گروه های طالبان جوانان زیادی تاجیکستانی هم هستن، آنها هم الان درک کردگی هستن که در تاجیکستان خیلی فساد زیاد است، حقوق های انسان پایمال می شود و اگر این حکومت امروزه تاجیکستان اگر عوض نشود، حکومت اگر عوض نشود، شاید که ضررشون به تاجیکستان هم رسد. اگر که نشود هم من خودم هم تیار هستم برای با اون گروه ها. میکروفونتون شاید یکم مشکلات دارد به فکرم برادر اسماعیل. صدا خوب نیست که؟ صدایتان خوب است لیکن مشوش میباید، یک خشر دارد. بله ما در ماشین هستیم. خواهش میکنم صحبتتان را پره میکنید، انشاءالله میکروفونتان را خوب کرده وارد شوید. حالا غریبی مهاجر را بشنویم. باشد. غریبی مهاجر را. السلام علیکم اهل نشست. و علیکم السلام و رحمت الله. تشکر با شما که سلام عرض میکنم به همه مهاجرانی که شرکت میکنید. برادر عزیز بفرمایید. غریبی مهاجر. سلامت باشید. ما که در همین مهاجرت هستیم، در همین جا خیر شکر خدا که ما را یک قریب 500 تا از تاجیکستان آمدگی مهاجرا همچون برادر، همچون همشهر، هموطن، هم ملت احترام میکنن. بگیم که از من مصلحت میپرسن، سوید میگیرن در همین فعالیت زندگی چون با همون خاطر شاید از همین حاضر اشتراک کنندگان ما را شناسند. به همین خاطر ما همین را گفتنی مکه شفقت که بسیار همین وضعیتی که وضع در افغانستان خیلی هست، در جهان علاقه به همه معلوم شده است. وضعیت افغانستان البته از این وضعیت عبرت گرفتن ممکن است. از این وضعیت چه خیلی عبرت، ولی
و گفتگی ان نفر با عقل است که نفر حکیمی رو پرسیدن که ادب رو از کی آموختی؟ گفت که از بیادبان. بله با اون خاطر ما چی مقصد نقطه نظر ما چیه که همون کمبودی که مثلا در افغانستان است چخیلی که شهروندای ایجا چخیلی برادرم قید کردن چندین شهروندای تاجیکستان هم در همین تشکیلات‌های تروریستی و همین گروه‌های افراطی که طالبان دیگر القاعده و داعش و چیز دیگر رو هستند شامل هستند می توانند از همین راه‌هاشون بگردند و زیر همون پرچم سه‌رنگه تاجیکستان سرخ سفید سبز که از متحد شوند خود در خارج باشد خود در داخل جمهوری همین وطنی که با یک شعر دیگه باید محمد بخشش اگه با شعرها هم ما کم کم وقتی هم جوانی در خواندگی بودیم میگن به وطن نیست غریبی که کند یاد وطن در وطن بوده به یاد وطن به وطن است. این شعر ما با هم ماجرای برادر گرامی داخل دارد که چون مثل من در هم خارجی هستند. همین برادر یک چیز است ما البته همه در خارجه تحصیل میریم مهاجرت میریم با گشته به وطن میایم ما باید شکر همین البته که برنامه برآمد برنامه و همه آزاد اندیشی است ما تحقیر نه فکر شما نه مثال دیگه اشتراک کننده ما در تحقیر اون کس نیستم اکای شوکت راست دیگه و این فکر شخصی من است که مقصد ما مهاجرت دیگه شهروندایی که تاجیکستان میرن بیرون از تاجیکستان میشوند البته در دیگر دولت ها مثال نچخه که شما در اروپا هستید در روسیه ما هستیم فدراسیون روسیه با در امریکا و دیگر دولت ها هستند البته اون دولت ها نظر به اونه که حجت یک روز سرکش میاد بدرغه میکنن چی میکنن در وطن خود یک نفسی صاف و هم یک بیغبار کشیدن البته این یک شرف است. بله بچه خاطر با اون خاطر که بخش شکر جان ما هم یک خلاصه ما یک دو جمله خطی بله با همین شکرانه کردن در کار شکرانه همین پیشوای معظم ملت که همین قدر استقلالیت همین قدر تینجی کردن بله اکا جان با همین خاطر ما گفتنیم که همین با همین مهاجرای گرامی هم خیلی عرض خواهش کردنی احترامانه که همین ما وطن البته باید دوست داریم باید یک پارچگیش حفظ کنیم چون که از هر طرف وطن ما را میخرد دشمن بسیار شده یک وضعیت مرکب شده در همین چی با هم خاطر ما اکا همین قدر خواهش داریم همین مهاجرا که همین شکر کردن در کار هم استقلالیت همین این ما در 30 سالگی استقلالیت قدم مودیم این قدر آبادی این قدر خیلی البته شما هم معلومات دارین در تاجیکستان چخیل آبادی ها شده هستند چخیل پیشروی ها هستند خیلی بیکمبودی نیست یگان دولت البته ما گپ شما هم مثال قسمان میتونم بیان کنم که همون دولت های اروپا هم هست کمبودی ها نرخ بلند برای در مثال در آلمان برای از با آبریزه که همین نووردان میگن که از همون آب میریزد در وقت باران برف از همون توشتو همون با کلودیچی عمومی پیوست میشه کانالیزاسیا میره از همون نالوگ میسپرن در آلمان با دیگه دولت ها هست که با دیگه خصوصیت طرز وایخچون نالوگو هر خیل هست مثال اندازها ما در نظر دارم اینجا مهاجران البته در بسیار زبان تاجیکی میدونن نالوگ مثال انداز هست هر دولت خصوصیت خاصی اندازبندی و نرخ نویا که اگر بنزین گیریم نه تنها در تاجیکستان البته بلکه در هم دولت های استحصال کنندگان خودی همین سوزشواری هم همین نرخی سوزشواری روز از روز بالا رفته ایستاده است ما از جامعه جهانی البته وابستگی کلان داریم با همین خاطر باز یک بار دیگه خیلی همه را برای فوراستی استقلالیت 30 سالگی جمهوری تاجیکستان تبریک میکنیم از آن جمله شما را هم یک شفقت و همین را خواهانیم که برادرها ما باید دلسیاگی نکنیم ما باید متحد باشیم در همین وطن ملت صادقانه کار کرده اومدن البته چی در خارج چی در داخل کار کرده برای وطن ملت باشین سلامت باشین اکا زنده باشید برادر عزیز خیلی صادقانه صحبت میکنید هرچند که من به ایده از حرفای شما راضی نیستم ولیکن وقتی که سخن از قلب برآمد و صادقانه بود واقعا به دل رفته میچسبد تشکر به شما برادر عزیز حالا به یک طرز یک مسئله رو بررسی کردید که ببینید گفتید که در همون وطن
همین نفس آزاد کشیدن به هیچ چیز نمی ارزد. بله، در وطن نفس آزاد کشیدن به هیچ چیز نمی ارزد، اما حتی امروز در وطن به همین نفس کشیدن آزاد کشیدن امکانیت نیست. در وطن به کشیدن نفس آزاد امکانیت نیست. و امروز حالا ببینید ما باید متحد شویم. متحدی را چی تامین میکند؟ متحدی را پیش از همه آن تامین میکند که ما پیش راهی هر چیزی که به متحدی ما خلل میرساند باید آن را پیشش را تازه بکنیم، پیش این راه را بکشاییم، بعد ما میتوانیم متحد شویم. حالا در حالتی که حکومت امروزی تاجیکستان با شعار رزدیلیه ولستوی پراکنده کنه بد حکمرانی کن کار کرده ایستاده است، کوشش میکند که ما متحد نشویم، کوشش میکند که ما پراکنده باشیم، کوشش میکند که ما فقط ضد همدیگر سنگ زده ایستیم و وقتمان برای مبارزه با ظلم نباشد. کوشش میکند که ما ضد همدیگر گپ زنیم، یکدیگر را سیاه کنیم، از اون طرف یک نفر گپ زند، از این طرف یک نفر گپ زند، همدیگر را سیاه کنیم، آبروی یکدیگر را بریزانیم و در جامعه هیچ کس آبرو حرمت اعتباری نداشته باشد، همه در همین سطح پست قرار داشته باشند، سربلند هم همین حکومتداران ما باشد، یک عائله باشد، پیشوای هم همین ها باشند، آبرومند هم همین ها باشند، همه چیز مال دنیای دار و مدار ملت هم از همین ها باشد. در همین حالت ما میتوانیم متحد شده؟ نمیتوانیم متحد شده. انا این گپ های ما به خاطر چی است؟ به خاطر آن است که ملت امروز باید هوشیار شود، ملت امروز باید بیدار شود و بداند که تا این که ما پیش راه این همه را نگیریم، تازه نکنیم، ما نمیتوانیم متحد شویم. چون که یک حکومت به تمام قدرتش، قوه امنیتی، وزارت کارهای داخله، امنیت و حقوق‌های دیگر با تمام قدرتش کوشش کرده ایستاده است که ملت در حالت پراکندگی باشد، متحد نشود. اگر ملت متحد شود، این حکومت یک روز حکمرانی کرده نمیتواند. با یک روز حکمرانیش ملت متحد راضی بوده نمیتواند. با یک روز حکمرانیش ملت متحد راضی بوده نمیتواند. این را میداند. برای همین کوشش کرده ایستاده است که ما فقط به سنگزنی همدیگر آواره باشیم، مشغول باشیم تا اینکه این حکومت عمری حکمرانیش را دراز کند. برای همین هم ما در وطن نفس آزاد کشیده نمیتوانیم، حتی امکانیت نفس کشیدن نیست. برای همین مردم مجبور میشوند خانه‌اش را فروخته، ماشینش را فروخته، دار و مدارش را فروخته بلیط پولی کند تا اینکه تنها به یک کشور غیر رفته رسد. حالا نمیدونی که در کشور غیر به او کار وعده کردن، جای وعده کردن، خانه وعده کردن؟ نه، هیچ چی وعده کردگی نیستن. همین میرود باز قرض گرفته، خانه اجاره گرفته ببخشید، باز چند ماه دیگر به قرض کار کرده و قرضهایش را صاف کرده، میبیند که زمستان برف وارد آمده است. در زمستان با امید ببرد که این زمستان گذرانم، از بهار آینده پول کارکنی را سر میکنم. ان همین خیل شرایط است. تاجیک همین خیل شرایط دارد، به همین خیل شرایط آورده رساندگی هستند. در همین شرایط شکرانه پیشوا میکردگی، همین شرایط شکرانه همین حکومت میکردگی، تاب میآوردگی. حالا اینجا برادر رمضان حسینیان پیوستند. پیش از رمضان حسینیان برادر سلیم و انتظاری پیوستگی بودند. اول برادر سلیم گپ زنید، بعد انتظاری، بعد باز با برادر عزیز رمضان حسینیان انشاءالله صحبت میکنیم. خوش آمدید برادر. یک نفر زنگ زده شدن. امین ممکنه گپ زنید؟ گپ زنید. این برادر بسیار گپ‌های
شیرین شیرین زد لیکن یک طرفه گپ زد فقط میگه شکرونه کنید اوخی از چی شکرونه کنیم از شکرونه را از نعمت داده خدای باید شکرونه کرد نه اینکه از هیچی نبودن از شکم گرسنه شکرونه نباید کرد یعنی که در ما دیدیم که در تاجیکستان مثل همین افغانستانی که امروز هسته فساد در تمام استруктураи давлатӣ реша давонда бояд мақомдорҳои мо аз ҳамин чиз бояд ибрат бигиранд ва бояд дарси ибрат бигиранд. яке аз сабабҳои суқут кардани ҳамин давлати исломии афғонистон ҳамин аст ки яке аз сабабҳош ҳамин фасод аст. бояд ҳукумати имрӯза бояд як дарси ибрат бигирад ва бояд аз пайи ислоҳи ҳамин кор бурад. фикри банда ҳамин аст. ва дуюм ин ки ин мега шукрона кинед имрӯз агар мо назар кунем дар як сол аз ҳудуди ҷумҳурӣ 45 то 50 ҳазор кас шаҳрвандои ҷумҳурии тоҷикистон ба федератсияи россия ба гирифтани шаҳрвандӣ мераванд яъне ки тарки ватан мекунанд. ин як фоҷиа аст. ин як фоҷиаи миллате ки оянда яъне ки истиқлолияти давлатиро саволи худ мегузорад. таҳдид ба истиқлолияти давлатӣ аст. бале таҳдид ба истиқлолияти давлатӣ аст. бояд пеши роҳи ҳамира мо бояд бигирем. ҳукуматдорон бояд дар сари ин масъалаҳо фикр кунанд, сари масъалаи фасод фикр кунанд, сари масъалаҳои ислоҳот фикр кунанд, сари масъалаҳои маориф бояд фикр кунанд, сари масъалаҳои тандурустӣ бояд фикр кунанд. дигар масъалаҳои бисёр масъалаҳои мушкиле ки дар ҷомеа ҳаст, сари масъалаҳои бекорӣ бояд фикр кунанд. бояд пеши роҳи муҳоҷиратро гирифта шавад. ин бисёр масъалаҳои мураккабе аст ки агар ҳукумат имрӯзаи тоҷикистон агар сари пеши роҳи ҳамин бесарусомониёро нагирад ояндаи вуҷуд доштанаш зери суол мешинад. бале фикри шахсии ман ҳамин аст. ҳоло интизориро бишнавем чӣ мегӯянд дар ин бора. интизорӣ бифармоед. ташаккур ба шумо бародар Салим. интизорӣ гап мезанед? то омода шудани интизорӣ. салом алейкум ака Шавкатҷон, салом ба тамоми мухлисон. ака Шавкатҷон чӣ қай кардем гуфтем дар бораи ҳамин ҳукуматдории Тоҷикистон ки мақсад мардума намекушад. мисол чанд ба хиёлам ба хотиртон рафта бошад дар Тирмани Нобод 50-60 каса каш дар Орҷонгизобод каш и қашовар дар раҳ каш ҳаш киштестай ӯ чиёра киштак ҳамаша ёра ба назар нагирифта хай ба хиёлам чи ай ин масалан майлш як тарафашу тарафи дигаш ин бародаре ки ози гап зад ки шукрона кунед худованд ҳам хел гуфтагие ки мақсад барои рӯза ва закот барои ҳамин одамои нодор ҳамира фаҳмидагии худованд ин бародар ба хиёлам ки шикаби худаш сера барои ҳамин мега шукрона кунанда кор фикр намекунад ки одам дар Тоҷикистон чӣ қадар азоб дам машаққат дам ин мардум ҳамаш дар муҳоҷират гуфти гапҳо ин ҳама хирсандӣ бошад. ба ҳамин хотир ҳамира гуфтанем бародар ки таърих худаш ҳамира гувоҳ аст ки ё ҳам медонам мо ҳам медонем ки рӯзаш мешавад ё ҳам ранги ҳамин почаи Афғонистон мардум ҳам хел мепартояд. мардум ба чашмш дид ки ҳамин одам халқа чӣ хел партов минаи раҳкат гирефт. ин оқибат халқи мо ҳам ҳамин рӯз ба сараш меояд. иншоалло ба амри худо ки ира ку гирефтаниш намемонем леки ин дар пеш аст. иншоалло ба амри худо ин наздика ин рӯзо. ба ҳамин хотир бародар ба ҳама бародаро илтимос мекунам ки истеъфои Эмомалӣ Раҳмонро талаб кунанд. ташаккур ба шумо бародари азиз. ҳоло як занг аз WhatsApp аст ба фикрам. алло. салому алейкум. ва алейкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. бародари гиромии ман аз замин суханҳои шумо бо як хулоса омадам ки диктатор истеъфои тамом. ташаккур ба шумо. зинда бошед. ягон чизи дигар гуфтанӣ ҳастед? ташаккур инҷо шаб аст дигар ман. зинда бошед. бародар ҳусейниён бифармоед. хуб ассалому алейкум бародар. садои ман хуб меравад? садотон хуб аст бифармоед бародар. хуб чӣ қадар шуд надаромадагӣ будум эфири шумо гуфтум амирӯз як зиёрат кунем шуморо. умедворам хуб ҳастем бародар. айз овардед бародар. ташаккур. имрӯз вазъиятҳо чӣ гуна кун ва ҳамин рӯз як вазъият меравад ки дар таърих мемонад.
бояд мо иштирокчӣ бошем. Намехоҳам ки дар як канор бестам. барои ҳами чихеле ки бародар даромад таблиғ кард, ҳукумата таъриф кард истиқлолият. ин истиқлолият нест бародар. фикри ман ки Тоҷикистон соҳиби истиқлол нест. мо ҷавоно бояд ҳаракат кунем. чӣ намуде набошад, мо омода ҳастем, ман омода ҳастам ки ҷони худ битиҳам ки давлати мо соҳиби истиқлол шавад. имрӯз бубинем ки дар Афғонистон ҷанг аст, тоҷикои Афғонистони саршона мебуранд, мекушанд. имрӯз дар Панҷшер ҷанг аст ки 100% ҳама тоҷик ҳастанд. рӯзҳо таҳлилгарош, ҳамин сиёсатмадорош, масалан ман Салавиёв лайфа тамошо мекунам, дар он ҷо Семён Багдасаров гуфтаги ном одам аст, ана ҳамо зидди миллати тоҷик ошкоро ҷанг мебарад, ошкоро гап мезанад зидди миллати мо ки ба тоҷикои Афғонистон кӯмак накунин, бояд ба толибон кӯмак кунем. имрӯз мо бародар ростӣ агар гапа ҳаққашро занем, мухолифон байни якдигар мо камтар ноадолатӣ мекунем, якдигаро моро пас мезанем. чихел шумо гуфтен пароканда кун, ҳукмронӣ кун. имрӯз байни мухолифинам ҳамин шудагӣ аст ки моро пароканда кардагианд, аз болои мо ҳукмронӣ мекунанд, моро сиёҳ мекунанд. масалан дар бораи ман аз Тоҷикистон маълумоте бар дурӯғ метаҳанд ки ин бачара қатиш гап назанед, ин хелай, он хелай. чӣ гум ҳамин ҳукумат ҳама роҳ мекунад дар бораи шумо, дар бораи дига бародарои мухолиф, лекин пеши роҳи моро ин намегирад. имрӯз мо омода ҳастем ки ҷанг бикунем. мо дар эфир нишастам, барои лишна ман дар эфир нишастам бас аст. ман мехоҳам ки мо аз эфир берун шавем. ҳар як зинаҳое ки ҳаст ки моро ба озодӣ мебарад, мо ин зинаҳоро паси сар мекунем, боло мерем. барои ҳамин аз ҳамаи бародарои тоҷик хоҳиш мекунем ки баҳс кунем. эфир бале, эфирам хуб аст, вақти худша дорад, ҷои худша дорад. мо бояд дар ҳақиқат бихезем, амал бикунем. вақти амал расидагӣ аст ки имрӯз тоҷике ки чи Самарқанду Бухориёӣ аст, чи Афғонистони Хуросонӣ аст, чи тоҷикистонӣ, чи покистонӣ аст ки дар Покистон 15 миллион тоҷик дорем ки аз ҳамин забони худшона гум кардаганд, мисли баъзе бародарои Самарқанду Бухоро. мо намегузорем ки бародарои Хуросонӣ, бародарои Панҷширу Бадахшони Афғонистон, ин самто бародарои Кобулӣ оянда забони форсира, забони дарира аз даст битиҳам. мо дар бари о ҳастем. мо омода ҳастем ки дар кор шояд ҷони худ месупорем. барои ҳамин чи тоҷики Тоҷикистон имрӯз аз самти Қирғизистон, аз самти Чин, аз ҳама тараф мо хатар дорем. хатари асосии мо Русия аст ки дар болои моро мисли ғулом, моро ҳамин Ҷамшуду Равшан гуфта идора мекунад, моро призава намекунад. мо гап занем, моро мегӯяд хаб кун, ту тоҷик ҳастӣ, тамом, чурка. барои ҳамин биё якдигаро ҳурмат кунем бародаро. то якдигар моро ҳурмат накунем, то мо аҳл нашавем, то баҳс кунем занак бари якдигари ғайбаткунира, гапбаракира, то он вақта моро ҳеҷ кас ҳурмат намекунад. мо бояд худ моро ҳурмат кунем, қавми худ, мо миллати худ моро. мо бояд оянда як давлати хуб бисозем. ин истиқлолият нест, ама бардурӯғ аст. истиқлолияте ки Ӯзбекистону Русия банон ба мо додагӣ аст, мо мислем табири истиқлолият нест. ҳолиам контрол мекунад. ягон тоҷик дар дохил наметавонад гап занад. ҳизби Наҳзат гап зад, убрат кардан, гурӯҳи 24 гап зад, убрат кардан. дар ҷои Зайд Саидов бисёр одам мешавад ки Умаралӣ Қувватов ё ки мана ҳамин Иззат Амон масалан гап зад, гирифтан, нобудуш кардан. имрӯз манам гап мезанам, номи мара сиёҳ мекунанд, ё ки фардо мешавад ки мара аз байн мебаранд, нобуд мекунанд. шояд мо омода ҳастем бародаро. биёен эфир мана бародарое ки ҳастанд дар инҷа эфира мебаранд, масъулин ҳастанд. оҳо бале, ман кор надорам дига, мисли ман бачаҳо биёен як ҷо бишавем, нақшаи ватан озод карда накунем. агар ки мо нақшаро накашем, агар болои мо нақшаро кашидаган, моро ғулом мекунанд. оянда фарзанду набирои мо ҳам кӯчарӯб мешавад, туалетчӯи рус мешавад бародаро. мо ҳеҷ қадр надорем. имрӯз дар Русия чи чеченаш бошад, чи урусаш бошад, чи дига миллатуш бошад, ба сари моро зӯрӣ мекунад. агар ки мо аз ҳаққи худ дифоъ кардем, 40 сола депорт мезанад. дар куҷо аст ин адолат бародаро? моро ки муҳофизат мекунад? якта ҳуқуқшиноси мо Иззат Амон буд, урам гирифтан, аз байн бурдан, моро бесоҳиб кардан. барои ҳамин мо саг нестем, мо таърихи бой дорем. мо ҳама шоиру нависандое ки мо доштем, анаму шеъриҳо ба мо садсолаҳо бас аст. биёен бихезем, арвоҳи ҳамаро ҳимоя кунем бародаро. имрӯз ватани Рудакиву Синову Ҳофизу ватани ҳамашон дар хатар аст. мо бошем агар сангзанаку якдигаро ғайбаткунаку ана и бачаи хелай, ана ушни хелай, даже якдигарро лайк монданда мо меҳаросем, бахелӣ мекунем ки ман лайк бисёр намонам ки аммо лайкаш зиёд нашавад, ӯ чӣ гум обрӯи зиёд нагирад. ба худо қасам, ин тоҷикӣ не, ин фарҳанги тоҷикӣ нест, ин мардонагӣ нест. биёен як ҷо як тоҷик як чизи хуб менависад, лайк монем, падилитсияш кунем.
کمکش کنین امورا اشتباه میکند پیش روی اشتباهشو بگیریم نصیحت کنیم من اشتباه کنم زنگ زنه گوی رمضان برادر امی اشتباه کاری نکنم میکنم من مرد هستم اشتباهمو به گردن میگیرم ما اینمون یک دیگه امروز اصلاح باید کنیم ما را حکومت اصلاحی ما را نمیخواد حکومت بدبختی ما را میخواد که امروز ببینید خواهرای ما را در نزد چینی ها در نزد خیتای همچون فاحشه اعتراف کرده است که زن تاجیک یعنی فاحشه امروز چینی ها همیشه تصور دارن که تاجیکستان با سکس توریسم برابر است خلاص برادرو ما مرد هستیم بیاین بس کنیم گپ زدن در افیر گپ زدن هم جای خودش داره وقت خودش داره باید ما حرکت کنیم من برادر شوقت جان شما از ما کلان هستیم ما گپ شما را ما حق داریم که گپ شما برای برادرها را بگیریم ما را راه نشون دهید ما را نصیحت کنین نترسیم از مردن به خدا قسم از زندان مردن میترسیم ما غلام میشیم مکه امروز ما توالت روس میشویم کوچه ها رو میرویم ما را پلیساش هر روز ویدیو میمونن بچه ما را میزنن هر خیلی تحقیر میکنن خواهرای ما در عذاب هستن چی در داخل وطن چی در بیرون بیاین مردن یک همین نسل ما از مردن با صحبت بکنید تشکر زیاد برادر یک زنگ را از واتساپ قبول بکنیم من با جناب هستم حالا با صحبت میکنیم ان شاء الله بله خوب شوکت جان سلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله احمد کلان که زنگ ما را قبول کردین خب تشکر به شما که در برنامه ما شرکت میکنید سلامت باشی خب من میخوام درباره همین کلمه شکر یک چند سخن بگم اکا جان بفرمایید نه تنها در برنامه شما در تمام برنامه ها همین طرفدارای حکومت رحمانو میبرن از کلمه شکر استفاده میبرن شکر کنین برادرها شکر با دیگه چی کنه خداوند برای شما چی میبینه عقل رسا گوش شنوا دست و پای روان دادگی با این نعمتی داده خداوند چقدر شکر میکنه شکر کنه هیچ کس ما را وای نمیکنه نمیگه که شکر نکنه اما اینکه جان تو در عذاب میزنن تو گریه کنی تو نمیمونن بعد بگین که شکر کنین حق حقوق خود دفاع بدن نمیتونه این معنی او را نداره که تو باید برو شکر کنی شکر هم دادای خداوند به چشم میبینه آخر رسا گوشش نوا دست پای روان دادگی شکر کنی کتره زفتی نکره که شکر نکره بله اما حالتون در حالتی بده نه که با میبرین میگن شکر کنین در حالت خداوند تو نمیگه شکر کنی خداوند تو گفته که بخیر مبارزه و برای حق حلال خودت آدمی که دزدی میکنه گوش دزدی نکنه او چیزی که به زبان گفتن نمیتونی بعد همین بعد گفتن نمیتونی بعد خوب نگو خب که بزلو چی همین بعد گفتن نمیتونی بعد خوب نگو و درباره موضوع افغانستان بله درباره موضوع افغانستان که موضوع اساسی است ببینید در همین خانه اگر کلانای خانه در یک عائله همین کلانا چه خیلی فعال فعال داشته باشن همون کودکان همون کلانا رو میبینن یا میگیرن در همین حکومت مورد همون حکومت داره ما هم کلانا افغانستان گفته گیرن همین نسل نوروز جوان ما هم همین فقط افغانستان مثال میارن درباره افغانستان گپ میزنن همین گپ زده وای نزده که فقط افغانستان میگن همین افغانستان باشه چی را مثال میارن درباره چی گپ میزنن من حیران میشم یا که افغانستان یک سال 92 حالا ببینید همین برادر که گپ زدند به یک نقطه مهم اشاره کردن گفتن که اشرف غنی یک قهرمانی کرد و به خونریزی راه نداد و برآمد گریخته رفت اگر اونجا میبود خونریزی زیاد میشد آیا اگر همین شرایط در تاجیکستان به میان بیاید این اشرف غنی ما فکر میکند که نباید به خونریزی راه داد فکر شما چی است در این باره ممکنه ما سوال من به نفری که از واتساپ زنگ زدن سوال دادم ببینید که شوکت جان تا حدی امکان فکر گرفتن میکنه تا حدی امکان وقتی که تو ایدرون مردم با پرنگی همه که بخیزه وقتی که همون بگیم که ارمیای حکومت تاجیکستان میکنه ارمیای حکومت افغانستان وقتی میشینه کنه احتمال گرفتن داره اصلا هیچ وقتی گرفتن مکدسته این نمیکنه تو زمانی که چنین حادثه که در افغانستان شد اگر این حادثه افغانستان سربازش وقتی میشینی نکنن و فکر گرفتن نمیکنن و داره اسپسیال نفرایی که حمایت میکنن اولی که بلندشون دادگی ماشین بگیم خانه و درشون دادگی که ایمه حمایت کنیم تشکر به شما برادر عزیز که از واتساپ زنگ زده شدید من از شما یک خواهشم این است که شما کوشش کنید توسط لینک استریمیر وارد استودیو شوید چون که در واتساپ ما شما رو همچون یک
همصحبت برنامه داشته ایستاده نمیتونیم، چون که صدها نفر حاضر زنگ زده ایستادن، هم به صحبت شما خلل میرسونن و هم شما رو ما در اینجا نگاه داشته نمیتونیم. شما توسط لینک استریم یارد وارد استودیو شوید، حتما صحبت میکنیم. صحبتاتون خیلی جالب است. تشکر به شما برادر. سلامت باشید. حالا من با جناب هستم، گپ زنید، بعد باز یک بار دیگر به غریب مهاجر نوبت میتیم. باز برادر میکائیل خوش آمدید به برنامه. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. سلام و رحمت الله و برکاته. Ман ҳамин Рамазон додарам да як савол дорам. Ҳамин додар роз гуфтеса ки ба ҷанг сар кардан дар кӯҳ. Қати ки ҷанг кинем бародар? Кани гавзан. Меги ки бо ба ҷанг бояд сар. намегум ба ҷанг бародар. Мо дар эфир шушта ман 7 сол меша ки дар ин мубориза ҳастум. Дар таи 7 сол даҳҳо бародарои моро бурдан зиндон кардам. Фаҳмидӣ? Куштам. Барои ҳамин мо инамуд мисли гусфанд меистем. Мора якта нобуд мекунан, қир мекунан, мепартонан ҳамара. Барои ҳамин хомӯш истодем, заминои моро фурӯхтан. замини ман аз ворих ҳастам. Фурӯхтан, задан, зиндон кардан, таҷовуз кардан. ин сабабиш чи аст? Хомӯшӣ аст. Дунёи зур аст. Зурӣ кардӣ, власт дар дасттай. Зурӣ накардӣ, тарсончак шудӣ бародар, мисли гусфанд ҳаёт мекунан, любой направление меери ҳама тараф. Барои ҳамин ман намегум биёед ранги ҳамин дига байоб бигирем, кафон кунем. Не, бояд мо ягон сиёсати хубро пеш гирем. нақшаро бигирем, рои нақша хуб кор кунем. нақшаи гап заданам ҳаст, нақшаи дига амалам ҳаст ки ба амал мегум бародар. Ман намегум барем сарборӣ кунем. ин кори хуб нест. ман тарафдорӣ надорам аз ин. барои ҳамин хуб бифаҳм бародар мақсади гапи ман. Ман худа фаҳмидам додарҷон, ози худа гуфт ки мо бас кинем гап задана, хезем ҷанг кинем. Ҳамин ҷанг да ту дуруст фаҳм ки бо ҳамун ҷам ҳамин ду камбағал мемура. Хорошо бародар. камбағал. гӯш кун бародар, як савол метам тура. Мола бисте бародарҷон. جناب رمضان حسینیان، حالا بیسید برادر عزیز، من با جناب هستم. شما وعده کرده بودید که با سیمای خودتان درآمد میکنید. هرچند ما سیمای شما، صورت شما، جای زیستتان را دریافت کرده هستیم. کنی گاوزنید جای زیستی من گاوزنید محترم شوکت محمد. کنی گاوزنید شرایط اویلویتون چه خیلی است؟ همه معلومات به ما مدیریت دیگه است. کنی گاوزنید شرایط اویلوی را. با خانم روز در چه کار هستید؟ بیچاره خانومتون در چه کار هستند؟ با ما معلومات اومده رسیدگی است. صورتتون هم هست. خودتون راضی باشید. نه اکی شوکت شما فکر کنید که من همه شما را روز اول هم گفتم که من لیشنا پروتیف همی جنگو مکا. من بچیوش نیستم مثال. من نمیخوام که این بردومی ما اکا من تو دنی خدا گفتم. همه چیزی که من باشه خودتون بدونه من یگم حکومت کتی نیستم. اینجا بسیار گپا میشه که من کتی اینم و یه روز یاتش گفته است که ما بچه فلان گنرال و چی نسام دلی گپا ندرسته اکی شوکت ندرسته. من پروست اکا اینجا میخوام گاوزنم که من نمیخوام که همین مردمی ما شکست روانه که نمیخوام. لیش نه یکم نمیخواستگی من همینه. از ناموس چی نمو دفاع کرد برادر؟ خواهرای ما رو خطای فاحشه گفت. چیکار کردیم ما؟ بعد از غریب مهاجر ان شاء الله میکائیل صحبت میکنید. صحبت‌های جدی ان شاء الله آماده شوید. السلام علیکم برادر. غریب مهاجر چی گفتنی بودید؟ شما در بین برنامه خواستید سخن کنید. بله رحمت کردن که شوکت که سخن رو به من دادید. من خطابی ما به همین برادر رمضان حسینیان با یک تا برادر دیگه از این پیش بدن سخن کردن که او باید شاید احتمال که شرایطش ساز باشد شکمش سیر باشد هم که در خودی تو باشه که شوکت 5 دقیقه پیش هم که گفته بودن ما هم قید کرده گذاشته بودیم که برادر من هم مهاجر هستم. من در قدیم همین یار برادر رفیق همملتی که من میگم شناسم 500 نفر هستن با همراهی من هستن در همین مهاجرت هستند. عذاب مشقت البته هست. یگون کس به عذاب نیست در دنیا. شما را شناسان چهره‌تان نشان تناسی در همین از برادر بخشش از من صحبت میکنم بعد با میکنیم. مسئله اگر همین شما از همین چهره خودتون البته معلوم است که مثل ما همین فرزندای دوره استقلال هستیم. سال تولد اگر خطا نکنم 90 هم خیلی هسته. این اکا شوکت چون دیدگی هست. سال جنگی نواز شما همجا استوده میگین جنگ این برادر من با جناب هستم سوال درست دادن که اولی شطح جنگ خوردگی نیستیم. بله از کجا میدونی؟ تلفن گپ زدن که ما دیدگی دودار جون ما دیدگی شما نوبتتون گذشت. برادرو بخشید
бале раҳмат ташаккур ака ҳамин ҷанга дидаг нест даркун нест ҷаб ба мардума ба ҷанг бача ҳамин баъд ғуломӣ кунем бародар, зиндагӣ ҷанг рафтеста нашавад, ғуломӣ меҳнат кунем. кардести Ака, не бародар ғулом иҷа ҳичкира ғуломӣ нагуфтеста ҳама меҳнат мекунад аз рӯи ақл заковаташ баракатша худованд метавонад. تشکر به не شما. таҳқир накунед бародар ман хоҳиш мекунам. غریب مهاجر تشکر به شما. میکائیل بفرمایید. салом алейкум бародар муҳаммад, саломи худро ба ҳар як бинандагони шумо мерасонам. Салом алейкум бародар Рамазон Ҳусейниён. бародар дар бораи мавзӯъ чӣ гуфтанӣ будам ки бародар мо хурд будем 2010 сол дар телеканали Сафинаву якум канал фақат дар бораи ҳамин толибону террористо сухан мерафт барои пас задани ҳизби наҳзати ислому дини мо. вақте ки ҳозир толибон пирӯз шидан Россия هم با هوایو همکاری کرد وقتی که وایو در روسیه گروه تروریستی میشناختن وایو را حاضر امام علی رحمان هم باشد با هوایو همکاری میکنه برادر. از این بر میآید که یا که طالبان تروریست است یا که رحمانوف دیکتاتور خودش تروریست است برادر. و برادر رمضان حسینیان یک مهم گپ زد برادر. ما باید دیگر با این برنامه کمتر درویم برادر جان. ما باید حرکت کنیم که ما چیکار کنیم که این مردم زندان میکنن این مردم این حکومت دیکتاتوری میکشه برادر. برای که ببینن یک تا زنی که از بلاروس برآمد ریولوسیون در بلاروس خرید میکرد هوای هیچ کس نمیشنو هوای یگان بار در برنامه ها اشتراک نمیکرد برادر. برای که اوج مردم بیزار شده بودن از یک زن تغییرات شد که در تمام جهان شناختن این لوکاشنکو را که دیکتاتور است آدمکش است تروریست است. ما باید با یک استپنی نو بگذاریم همه مخالفان باید به ما راهشون تیان و راهنمایی کنن برادر. وقتی میگردید مخالفان میبینی که هر روز برادر منم از یک جهت حیران شدم که یک نمود فتنه از در مبین مخالفان از طرف حکومت دیکتاتوری داخته می شود. او محمد شوکت این خیلی است، محیدین کبیر این خیلی است، گروه 24 این خیلی است، این خیلی است، حسینیان رمضان این خیلی است برادر. همین گپا هست است برادر. 100% من طرفدار رمضان حسینیان هستم برادر. سرباز افسر چی گفتنی هستید؟ حالا من فکر خودم میگم انشالله به سخنهای شما میکایل حالا در نوبت خودم انشالله. سرباز افسر گپ میزنید؟ هستیدم اینجا نفری که از واتساپ زنگ زده هستند؟ حالا بفرمایید نفری که از واتساپ زنگ زده هستید. السلام علیکم. نفری که از واتساپ زنگ زده هستید گپ زنید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. همین یک منوت دیگه همین برادرها را گوش میکردیم میموندید بحثشون رو بعد میدادیم اگر امکان باشد برادر شوکت. خوب شده است مایلش. حالا صبر کنید نباشد من اول با عمر علی مسچا سخن میتیم بعد از آن اینها بحثشان رو دوام میتیم. التماس قطع نکنید نکی. مایلش قطع نمیکنم. عمر علی مسچا اول گپ زنن. عمر علی مسچا بفرمایید اول. عمر علی مسچا نفری که وارد شدید گپ زنید. نوبت سخن گفتن از اون شما است. اینجا ما باید کوشش کنیم که عدالت وقتی که تلاش عدالت کرده ایستادیم ما کوشش کردنمون لازم است که حتی در سخن گفتن هم عدالت رعایت شود. وقتی که ما در صحبت همدیگر عدالت رو رعایت کردن نمیتوانیم چگونه میتوانیم در یک حکومت عدالت رعایت کنیم؟ وقت چگونه دعوای تلاش عدالت میکنیم وقتی که در یک صحبت دوستانه نمیتوانیم که عدالت رو رعایت کنیم؟ مسشاهی میتوانید سخن کردن تا وگرنه ما نوبت رو به دیگران میگذاریم. بله میتوانم. بفرمایید زودتر. بله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صدای من خوب است برادر؟ صدایتون آنقدر خوب نیست. کوشش کنید. الله شما روز باشه. من چی گفتم؟
ما در کارم برادر رو دیگه بلند گپ زنم یک دقیقه صحبت کنم برادر. مالش گپ زنید. ای مردم بیدار شن، ناموسانه در کجای ناموسون نخو توجکستان خیز از لحظی تکتوریست دیگه بله همه چی سالی 92 میگه زایبت کردیم 92 پتی 92 تا ما تولید بگیم داوتی جنگ کسی کرد گذشت رفتم هست این روز نخو موردی توجک مسلمان تجاوز شد من اوچه دعیوش وارد سب کنه بگیرم بله نکه ممکن نامردمیش نگم و میگیم که الحمدلله مسلمان پیرو اهل سنت و جماعت هم اگر همون پیرو همون امام ما رو بینه توج میکرد در ایمان تو بوری مسلمان ای مردم ما جنگ کشتار قتل نه و ناموس خودمون حمایت کنیم باید ما سخن حق گپ زنیم هیچ کسی نمیگود من بردید جنگم باور کن با خدا قسم ما یک جوانم برادر سوده استقلالیت قهر رو میکردیم این نوشته رو میبینیم ما مرده که ناموس داریم در جای ناموسی ما مسلمانی این نیست که فقط مسلمان های غیبان میکنم مسلمان های همه جنایت هاشون ازکار شده که ما در اینجا خب داشتیم شکرانه کنه و خدا قسم ما جدی شما های اگه برو کنی شکرانه الله نمیگه که میگه که نفسی اوزور خطی اشکم سیر میشه و خونه توصیبین میدون نفسی اوزور خطی مرده چی رسی هم میرو نفسی اوزور در همون شخوری رمدارو نفسی اوزور در اوزبایی نفسی اوزور زندگی پیش نمیره ده مردم عقل نوبتون رو بیدور کن با خدا قسم ملت بنیستی برسودیم از زمین مستر کرد تا بناموش ما رسید دیم امروز منه تو خب داشتیم شکرانه کنه شکرانه الله کنه آخه پدرسک شکرانه نکنه و بعد برادر حدیث روایت از ابو هریره رضی الله عنه پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم میفرمایند که هر انسانی که پدر خودش نه دیگر کس رو پدر گفت به درستی که وای از دین خارج شد حدیث روایت ابو داوود راست دیگر رقم و صحیفت آیدم برامدگه برادران نه بکر فکر کنید پدر ملت ندید ناموستون رو بیدار کنید تشکر به شما برادر. بود کرده ما را خارج کردن بخشش میکنن یک نفر پیشنهاد کردن که میکائیل رحمانوف و رمضان حسینیان بحثشون رو دوام دهند. اینجا فقط در بحث یک نفر دیگر بودن. من با جناب هستم وقتی که درباره حیثیتشون صحبت کردیم بیچاره دور نپاییدن خارج شدند چون که پیشتر وعده کرده بودن که با سیمای خودشان منبع انشاءالله برآمد بکنن و ما حیثیتشان رو معین کردیم تمام صورتشان زیستشان در کجا است چه خیل هستند همشون رو معین کردیم چون که این کس بسیار دعواهاشون به خودشان موافق نمیبیاد دعواهایی که کرده ایستادند به خاراکتر خودشان راست نمیبیند خودشان کمتر دیگر خیلتر آدمند برای همین وقتی گفتیم راضی باشه صورتتان رو میمونیم بیرون شدن اگر دعوای ما نادرست است این حرفای ما نادرست است مرحمت وارد شوید گپاتون رو گفته رفتن گرید ما از اون که گپ ما نادرست است از شما عذر میپرسیم با عذر پرسان هیچ جای ما کم نمیشود. میکائیل بفرمایید. برادر شوکت محمد من چی گفتم میدم که برادر در همین 2 ماه اخیر یک بار با سایت های اجتماعی نگاه کردم ببینید که چند حادثه خودکشی شده برادر در دولت صاحب استقلال در دولت تنج و امانی خودکشی بسیار میشه. در افغانستان 30 و چند میلیون این خودکشی نیست برادر جون. در دولت جنگ زده خودکشی نیست اینقدر که در تاجیکستان ما هست خودکشی. ببینید که برادر بی 20 ثانیه توایو 14 ساله دختره خودش کشت در ماه ایون بود ایران 12 ایون در دهه جیهون از یک عائله 4 عضو کشتن اهل دین محمدی 22 ایون در ناحیه فیض‌آباد یک زن تاجیک با ضرب 26 کرد به خودکشی زد برادر. اولا همیا درست است برادر. من خیال میکنم که یا که حکومت در این کارها خوش است وقتی که خودکشی ناحیه جیهون بعد 2 ماه جنایت 2 کس قبیدن و با ظلم و با ظلم در گردن 2 کس بار کردن برادر. چه خیلی که زن یک تاش میگه که مرا زده بردن و گفتن که شوهر بو که شوهرت این کار کرده است یا یکی از مادر وای میگه که پسرم قطعی مبد یگان کار نکرده است.
یا که یک سرباز بود در گنرال پرکاتور خچ با تیر 4 کلاشنیک پروندک برادر. او یگان آدمی میتواند که با 4 تیر کلاشنیک دست به خودکشی زنه برادر. یا یگان خیلی توغری نمیگیرن در زمان حاضر. اگر فکر کنیم ایره اگر رحمانوف سیاست پیش گرفته رحمانوف اگر 30 سال پیش میگفت آیا ما باور میکردیم؟ برای نه اینترنت بود نه یگان تلویزیون‌ها بود که همه ببینن و بدونن. حالا معین است که اینجا شرایط چنین است در تاجیکستان. حالا ببینید در افغانستان میپرونن، بله معقول نشدی میپرونن و در افغانستان معین کردن کیپاولات خوشبختانه در تاجیکستان یک نفرانی هم یافته ایستادن که بگردن با مجبوری هست، با شکنجه است، با عذاب است، بگردن گرفته ایستاده است که من کرده ایستادم و با شکرانه کنان در زندان را رفته گزیده ایستاده است. در افغانستان کی پران کی نپران تعیین کسی به کسی معقول نشد پروندن میگیرن. در تاجیکستان هنر کلان است، هنر سیاسی بزرگ است در تاجیکستان. شما به این سیاست مداری حکومتداران ما شوخی نکنید. در اینجا اگر مجبور میکنندت، اگر تو زندگی در تاجیکستان معقول نیست به تو، شکرانه کردن نمیتونی، طرز تو را به همین حالت ها تله میدن که تو خودت را خودت میکشی، از هیچ کس گله‌مند نیستی، سوخته میکشی، آویخته میکشی، به دریا خودت رو میاندازی، فرق ندارد، تو خودت را خودت میکشی، از هیچ کس گله‌مند نیستی، هیچ کس از هیچ کس دعواگر نیست. هنر سیاسی را دیده ایستادید در تاجیکستان. شما ببینید یک مادر از مادر دیده مهربانتر در دنیا کسی هست؟ مایلش مادر انسان را یک سو گذارید. حیوان را دیدید به فرزندش، حیوان 4 پا درنده ای که خون یک دیگرش را میخورد به فرزندش چگونه مهربان است میدونید؟ دیدگی هستید به فرزندش چگونه مهربان است؟ حیوان کوچک به خاطر محافظت فرزندش به حیوانهای درنده بزرگ هجوم میکند، به خاطر محافظت فرزندش. در تاجیکستان مادر از درنده گذرانده است، به سر کپروک میبیاید دریای خروشان، اول 3 فرزندش را به دریا میپرتاید، همین را تماشا کرده میتواند، همین را دلش میبردارد، جسارت میکند، شجاعت میکند، 3 فرزند را به دریا میپرتاید، از عاقب آنها خودش را میپرتاید. این گونه درندگی را شما فقط در تاجیکستان مشاهده میکنید. 3 فرزندش را میکشد، عاقبت به خودش کارت میزند. این گونه درندگی در تاجیکستان مشاهده میکنید. به این حالت چی آورده رسانیده است؟ به این حالت بیچارگی آورده رسانیده است. تا به همین حالت آورده رسانیده اند که خودش را کشد. ما این را درندگی گفته ایستادیم. بله، حالا درباره ایمان اسلام گپ نزنیم. کسانی که تعلیم اسلامی گرفتگی هستند، کسانی که شخصانی با ایمان هستند، از ایمان اسلام باخبر هستند، آنها فکر اندیشهشان دیگر است، دیگرگونه زندگی میکنند و به همه حالتهای زندگی ادپتاسیون میشد شخصی با ایمان و تاب میبیارد. اما حالا ما در این باره گپ نزنیم. در یک کشور دنیوی زندگی میکنیم. ببینید به همین حالت درندگی یک مادر را چی آورده میرساند؟ مادر وقتی میبیند که اگر این نان یافتن مشکل، خوراک یافتن مشکل، این فرزندان را خوراندن مشکل است، پوشانیدن مشکل است، هیچ خیش اقربا کمک نمی کند، هیچ حکومت یاردم نمی کند، حکومت باید این مادر را به قید میگرفت، سبد استیمالیش را پر میکرد تا اینکه از گشنگی نمیرد، تا اینکه فرزندانش را نکشد. هیچ کمکی نیست. این چیکار میکند؟ اگر خودش را کشد، خودش خلاص میشود، لیکن 3 فرزندش جگربندش تا اینکه به وایه میرسند در عذاب میمانند. عذاب کشان کلان میشوند.
این رو فکر میکند مادر. برای همین اول فرزندانش را کشته خاطرش را جمع میکند که اینها از عذاب کشی خلاص شدن، بعد خودش را میکشد. به این حالت وقتی که یک حکومت مردم را به این حالت آورده میرساند، چی فرق میکند که این حکومت با یراق با автомат تا 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 میپراند میکشد ملت را، یا اینکه به این حالت خودکشی مردم را آورده میرساند؟ چی فرق میکند؟ کدامش بدتر است؟ حالا ببینید در قرآن کریم چندین آیه ها هست که شخصان مجرم را به عذاب‌های تدریجی تهدید میکند. وعیدهای عذاب‌های تدریجی وجود دارد در قرآن کریم. بله، حالا ببینید در تاجیکستان این بهشت روی زمین میگویند و مردم این دنیایشان را دوزخ کردند. مردم به تدریج عذاب بکشد. مردم عذاب‌های تدریجی، شکنجه‌های تدریجی می‌بیند. روز به روز جانش در عذاب، روز به روز زندگیش بدتر، روز به روز حالت فرزندش را دیدن برایش مشکل تر می‌شود. حالا ببینید به قریبی یک دوستم با مادرش با تاجیکستان صحبت کرده است. مادر میگوید یک نفر در ترکیه، یک نفر در روسیه، یک نفر در اروپا، میگوید همین خیل چرخ میزنم، اول خیالم همین سر را به بالشت میمونم، اول یک خیال به چی میرود؟ به اوکراین میرود، به بلاروسیه میرود، به ترکیه میرود، میگردد به اروپا میبیاید، میرود به روسیه میرود، تا اینکه خیالم را جمع کرده میگیرم سحر وقت نمازی بامداد میشود. مادران را به این حالت بیخوابی، به این حالت پریشانی آورده رسانیدن. این مگر شکنجهگری نیست؟ این مگر شکنجه کردن مردم نیست؟ اوی مردم، انا همین شکنجه است، انا همین تروریسم است. ترور در سطح حکومت است، ترور در سطح دولت است. با چگونه میتوان ملت را شکنجه کرد؟ شما مادرانی 2.5 میلیون مهاجر را در همین حالت گرفتار کرده اید. یک فرزندش در یکوتی، یک فرزندش در ولادیواستوک، یک فرزندش در ایرکوتسک، یک فرزندش در یکاترینبورگ، یک فرزند دیگرش در مسکو. همین خیلی بیچاره مادر سرش رو با بالین میماند، از همون دلنی وستوک در میزند تا به ایرکوتسک، تا به سیبیر، تا به نوسیبیر، تا یکاترینبورگ، تا مسکو میبیاید. فکرش خیالش که سحر نمازی بامداد میشود. این شکنجه نیست مگر؟ یک بیچاره مهاجر وقتی که به خانهش زنگ میزند، خدا میگوید همین دفعه همین بچهش وعده دفعه کردگیش به یادش نمیآید. وای دفعه پتینکه وعده کردگی بود، بچم انشالله 2-3 روز پول گیرم، پول میفرستم، پای افزول میخری. صاحب کارفرما پول رو نمیدهد، بیچاره دل جگرش خون است که به فرزندانش گپ زند. در وقت گپ زنی خدا میگوید که همون وعده به پای افزول پول فرستاندن را کردگیش را پسرش به یادش نمیارد. اما چی که فرزند روز شماری میکند که پدرم به پای افزول پول میفرستاده باشد. همین شکنجه است. اوی حکومت داران، انا همین کارتان شکنجه است. به همین روز گرفتار کردن ملت این شکنجه است. هم فرزندش را شکنجه کرده ایستادید، هم خودش را شکنجه کرده ایستادید. مگر نادرست میگویم؟ فرزند را از پدر، پدر را از پسر، مادر را از فرزندانش، از جگربندانش جدا کرده. زنده جدا کردن ها این شکنجه است. حالا ببینید در دوران سالهای 37 سالهای 30 کسانی که به حکومت کمونیستی مشغول نمی شدند به سیبیر بدرخش میکردند. حالا شما که 2.5 میلیون را
از خودتان دور کرده اید، به دور انداخته اید. از یگان حقوقش خبر ندارید، از یگان امنیتش خبر ندارید، از یگان زندگیش خبر ندارید. فرزندانشان در چه حال هستند نمیدانید. وقتی مکتب رسیدگی است چگونه با کدام شرایط به مکتب میآید پروا ندارید. همین شکنجه نیست مگر؟ همین تروریسم نیست مگر؟ همین حالت مردم را به کشتن دادن نیست مگر؟ نیمی از مردم را شما دیوانه کرده اید. نیمی از مردم دیوانه شده است، به بیماری‌های دپرس، استرس گرفتار شدگی است. نیمی از مردم در سیبیرهای خنک، در 40 گرادوس و 50 گرادوس خنک دست و پایش را به خنک دادگی است. دل گرده‌اش را، عضوهای درونیش را به خنک دادگی است. حالا نکم است، اگر خطا نکنم بگذار طبیبان گویند، نکم از 50% انمی مهاجرانی که حاضر در کار هستند با چند بیماری پیچیدگی هستند. حالا ببینید یک روز اگر بیاید نیمی از این مهاجران در پیرانسالی، باز همین ضرر دولت است، در پیرانسالی محتاج به کمک طبی می شوند. از عهده کار نمی برایند، سلامتیشان را از دست دادند، با ضرر شما می شود. شما که آینده بینی ندارید، این استراتژی شما که دایم فقط خرسندی شما را تامین میکنند، فقط به خاطر خرسندی شما می نویسند، استراتژی میکشند، فقط به خاطر بقای شما از آینده ملت هیچ فکری ندارند. حالا نمی اندیشند که امروز این ضرر مهاجر حالا یک کاری کرده ایستاده است، اویلش رو تامین کرده ایستاده است، لیکن سلامتیش رو از دست داده ایستاده است، با می رود نفقه خور می شود یا که جابرمان می شود. او فرزندانش رو خوراندنش در کار، پوشاندنش در کار، او خوردنش در کار، پوشیدنش در کار، بعد بیماریش دارو در کار. در آن وقت چیکار میکنید؟ در آن وقت چیکار میکنید؟ این مصرف رو هم حساب کرده ایستاده یا نه؟ اگر این را حساب کرده نه ایستاده باشید، از این میبراید شما دارید ملت را به کشتن داده ایستاده اید. ملت را به کشتن داده ایستاده اید. این خیانت نیست مگر؟ خیانت است البته. حالا عذر میخواهم که کمتر بیشتر گپ زدم. یک نفر با نام جمشید وارد شدن که ببینیم چی میگن. جمشید بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. امیدوارم خوب است. یکم بار با شما حرف میزنیم. تشکر با شما. برادر موضوع را درست گپ نفهمیدم. من روننده هستم. یعنی ما کلیم استودیم در آمدم افی رفتی سه. بسیار خوب برادر عزیز، با اینکه بار اول وارد شده اید به برنامه ما خوش آمدید و امیدوارم صحبت های جالب خواهیم کرد. موضوع امروزه ما نظر تاجیکستانیان به وضعیت امروزه افغانستان است. یگان چیز همچون تاجیکستان نظر دارید به وضعیت امروزه افغانستان؟ افغانستان من همین جنگ و همین چیزاشون معلوم بود که یک سیستم همین پلیتیکا بودگده. نگاه که دو طرف هم نیرو بودن هم قوا بودن، همین خیلی جنگ کردن که بوده تیر نپروندن. یعنی از سیاست یکم من نمیدونم شاید فروخته شده بود این چیشی. من راستی خیلی یکم معلومه ده وقتی که اگر سریوزنی کنکریت جنگ میشید مثل من هم کربخ و آذربایجان خیلی میزدن یا نزدن اینو هم صدر منم گرفتن. حالا ببینید برادر عزیز، حالا 20 سال است که طالبان در مقاومت بود. یک چیز دیگر را به نظر بگیریم. ببینید در افغانستان رسما 300,000 افسر خارجی مقاومت میکرد با طالبان. 300,000 افسر خارجی با طالبان مقاومت میکرد. اما در اصل چنانه که طبق خبرهای اخیر فهمیدیم اینها 300,000 نبودند. اینها به چشم آمریکا خاک پاشیدند. همین ناتو
به چشم آمریکا خوب پوشیده است. همه مبلغ گذاری اساسی ناتو این آمریکا است. اینها همگی 130,000 نفر افسر داشتند. همین ناتو در افغانستان 130,000 افسر داشته است جنگنده بر ضد طالبان. اما این 170,000 نفر دیگر تماما اشتراک نمی‌کردند، اما مصرف همین 170,000 نفر به یغما می‌رفته است، یعنی فساد. در کیسه جیب غنی نمی‌رفته. بله، همین خیلی به یغما می‌رفته است. اینجا غنی هم حضور دارد، رهبریت ناتو هم حضور دارد و چندین فسادکاران دیگر. اما همین 130,000 طول 20 سال است که بر ضد طالبان گویا بر ضد تروریسم و اکستریمیسم در افغانستان مبارزه میبرد. وقتی که شما تصور کنید، وقتی که یک گروه کوچک با یک جنگنده ها با تمامی تکنیک های حاضر زمان مجهز طول 20 سال جنگیده است و این 130,000 نفر میدان را خالی میکند و تنها اینهایی که با 130,000 نفر جنگنده های با تمام تجهیزات مجهز را تنها میگذارند با همین افسران خودی دولت افغانستان. چی میشود دیگر؟ انا ما یک چیز ذکر کنم. آنهایی که با جنگیدن به 130,000 افسری با تمام تجهیزات زمانوی رقم یک جهان مجهزند، آنها بیرون برآمدن، با آنها 20 سال باز جنگیده ایستاده بودند. وقتی که اینها بیرون برآمدن میدان را خالی کردن، فقط با همین وزارت دفاع افغانستان، وقتی که اینهایی که با این 130,000 جنگ بودن ایمونیتت پیدا کرده بودن، چی میشود دیگر؟ و شرایط میشود. این طبیعی است برادر عزیز. انا ما یک چیز ذکر کنم برادر شوکت. وقتی که دولت درست اداره نکردی عاقبتش همین میشه. بله درست میگید. همین عاقبت رحمانوف تاجیکستان به نظر من 63.8% به سال 92 وردسته. اگر جنگ هم شود حکومت به مردم جنگ میکنه، نه اینکه غرمی به کلابی و غیره. همین تاجیکستان هم 68.3% وجه به همین دیدگاه من وجه به همین چیز نزدیک شده. این سیستم از کجا 68 یا 63.8% این امور از کجا؟ از ظلم رحمانوف. نگاه که ظلم معارف ده ظلم، شخص عادی ده ظلم، مقامات خودی مقامات ده ظلم. اوجه رحمانوف 92 تیار کرده گه. به همین دیدگاه من بسیار سیستم رحمانوف یک سیستم مریضه. این شوخی نداره، این عاقبتش وایه. بله. وقتی که کریموف برادر، وقتی که کریموف دولت اداره کرده نتونست، بیمار شد، مریض شد، همین می اومد میگن در یک دو ماه بار مجلس میکنه، هم زیر دستانش مثل من همین رحمانوف، من همین وزیر جزیره، همین پنرال ما هست کو مثل همینا پیسان نمیکردن و کاری خشون نمیکردن. خلاصه مثال سپاریش اجرا نمیکردن. بعد میرزیوف اومد سر مسئله اومد گفت ما 37 میلیونیم، بیا چوره مرده که بینیم. این مرده اگه قدرت رفتن نیست، ایجاش نمیخیزه، 24 ساعت پیون میگرده مثل انمی رحمانوف. انمینم 24 ساعت پیونه. یک انسان نمیبیو که من پیش اینه پیشکی زر بیو که این مرده دولت نتونسته اداره کرده. اداره دولت با رقص و بازی و من نمیدونم با دیدی کدو و خربزه و تربز نمیشه. اینا انسان هستند. یک انسان عقیدش علیش میشه. من مثال من نمیگم من طرفدار شما هستم، من طرفدار رحمان هستم. همین حق کدوم هست همواه. مثلا شما که پراویل نکی هسته، من همینجا من برامدم گپ زدم. فردا اگر از جانب رحمانوف هم یک انسان برامد مثلا صحبت خوب کرد، من میبرم قطعی صحبت میکنم. حالا همینجا من شما را قطع میکنم. یک نفر از واتساپ زنگ زده شدن، بعد از آن رمضان حسینیان. باز همین خیلی صحبت رو دوام میدیم. برادر جمشید خواهش میکنم باز سخنها را جمع کرده ایستید.
انشالله باز صحبت میتیم، باز به شما نوبت میتیم انشالله. حالا واتساپ را گوش کنیم. هزار رحمت اکای شوکت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یا بار دیگه برادر شوکت یک ساعت دیسو در همین واتساپ ما همین گوش میکنم، گپ میزنم، یگم انسان جواب نمیداد. من میگم برادر شوکت گپ زنم ممکنه هیچ کم. حالا ببینید این چیز در دست من نیست، در دست کارمندان تکنیکی است. حالا ببینید من برادر جمشید را از نیمی گپشان قطع کردم، گفتم خواهش کردم از ایشان که به شما نوبت بدیم. به ایشان وعده کردم که با صحبت میکنم. بفرمایید برادر. فهمو. خوب هیچ وقت برادر شفقت امروزه موضوع شما درباره من بسیار گوش کردم، تماشا کردم، ولی نه که امروزه واقعا برنامه شما واردی است. ای برادران عزیز، موضوع امروزه ما نظر تاجیکستانیان به وضعیت امروزه افغانستان است. خوب تمام. برادر شفقت خوب. الو بفرمایید برادر عزیز. نظر امروزه تاجیکستانیان همین است که در امروزه شما همچون تاجیکستانی چی نظر دارید؟ برادر شفقت 1997 سال ما این امروزه مشکلی افغانستان را پشت سر کردیم. 1997 سال امروز به سر افغانستان آمد. اگر این خونخوار محمد کبیری و محمد اکمال صدرالدین و نوریدین و این خونخوار می آمدند به سر قدرت، امروز همین که چی حالت دارد مردم افغانستان، امروز در سر ما بود این حالت. برادر شفقت تمام کردید؟ جزت باشه اکای جان. بله حاضر تمام کنن گپشون شما گام بزنید برادر. برادر رمضان حسینیان بفرمایید. بعد از آن سرباز افسر. بله برادر گفتم چیز گپ سروش نگفتنی بودم، بعد سپکوی نگپ زنم برادر جان. سرباز افسر ها؟ بله. سرباز افسر گپ زنید. به شما ما چند بار نوبت دادیم نتوانستید گپ زده. یک بار دیگه سلام عرض میکنم به همه برادرها. در اول یک نفر با نام مهاجر غریب برآمد با یک لحن زیبا، با یک دیپلمات خیلی بلند. بالاخره اصل مسئلهش یا که بگیم که چهرهش آشکار کرد، اون چیزی که در دلش بود. حاضر باشد این نفری که آخران برآمد کرد بسیار برآمد این میکنه، گپ این میزنه، این خودش یک ظلم است. بله. در تمام بگن که در منطقه های جنوب تاجیکستان از سال 92 وقتی که قتل های دست جمعانه صورت گرفت، سببگار این همه کی است؟ چرا از این قصه نمیکنند؟ در حصار، در رگر، در ناحیه 5، در ناحیه فرخار، در شهر کلاب مردم را کی کشت؟ دسته جمعانه. این خیلی نه که یک نفر دو نفر، دسته جمعانه قتل کردن مردم. بعدا این عملشون ادامه دادن تا سال 1997. پیگیر کردن مردمی که نتوانستن کشته، بازمانده های اونا را پیگیری کردن در کوهدامن های طرف قراتگین. کی به این جواب میدن؟ خانه های مردم سوزاندن، غار کردن، با واسطه تانک و توپ خارجی ها مردم زیر آتش کشیدن. مردمی آسایشته در این باره یگان لب نمیکشایند. امروز که مردان خدا، مردانی که عقل و فراست دارن، مردانی که اندک جسارت دارن، برادر
میبرویند در مقابله ظلم سخن میکنن، تمام این مشکلات به گردن اونها بار میکنن. سرباز افسر ببخشید به این حرفای شما نفری که از واتساپ زنگ زدن ملاحظه دارن، به فکرم گوش کنیم چی گفتنی هستن. نفری که از واتساپ گپ زدنی هستید خواهش میکنم اول اجازه بپرسید، سخنی کس رو نبرید، خواهش میکنم. بفرمایید نفری که از واتساپ گپ زده شده. برادر شوکت 50 minut ما از شما خواهش میکنم حضور میپرسم انتماس گپ زنم نه که یگان سخن نمیته. همین برادری که حضور گپ زده نامش چیه؟ علیشیر چیه این؟ سرباز افسر. همین کراچی به خدا نمیدونم چیه نامش، خوندن نتونستم. نه برادر گوش کن، تو رنگ یک شعر و انگور ما شیرین است، خام مثلا برین است، هم نگفته است. کانکریت فکت و دلیل باشد گپ زنیم، مقصد قطعی گپ زنیم برادر. تمام. حالا سرباز افسر و نفری که از واتساپ زنگ زده شده خواهش میکنم خاموشی رو رعایت کنید. نوبت رو من به رمضان حسینی میدم. رمضان حسینی بفرمایید برادر عزیز. بله برادر، این آدم میگه که کانکریت فکت و دلیل باشد. کانکریت فکت و دلیل هم است که ما مخالف رحمانوف هستیم، ما مخالف رژیم هستیم. ما به خوبی دعوت میکنیم که ترک کنه وظیفه را، بس کنه ظلم. به خوبی نمیخوایم، به خوبی ما هم میتونیم ظلم کردن به بدی. این افسانه شما هملق تاجیک کشتن 300,000 امروز میفروشیم به خیتای ده، به قرقیزستان ده، به ازبکستان ده. زنای ما رو فاحشه اعلام میکنیم، به کل دنیا را ما را تروریست اعلام میکنیم. از واتساپ نفری که از واتساپ گپ زده شدید آگاهی به شما. یک بار دیگه در نوبتی که از گپ زنید شما رو از استودیو بیرون میکنیم. قطعا برادر شوکت جان، قطعا بس است ملایمی گپ زدن اکا، بس است نصیحت کرده خی. کل دنیا میدونه که رحمانوف رژیم خونخوار داره. تاجیک کشته سر خود را اومد دیگه، از زمین تاجیک میفروشد، زن تاجیک میفروشد، دین تاجیک میفروشد، فرهنگ میفروشد. چی ما مونده یک شوکت جان؟ مو تاریخ تا یکا خفه نشوی. اما مو تاریخ تا فردا میره فرزنداتون جای شما میبره استودیوتون میشینه. من میخوام که فرزندتون در استودیو و شبکه اول شینه کا. بس به خدا قسم به افسانه حکومتی رو گوش کردن. من شاهد هستم که میبرم میکشن تجاوز همه طرفا. بس اسه حکومتی رو به خوبی نمیریم، به خدا قسم به بدی. ما یک نفر نیستم، هزاران نفر آماده است که بخیزیم برویم شما را اثر خود را نابود کنیم. به خدا قسم شما میگه بس کنه اشرف غنی کد برآمد رفت. ما به شما یک میکنیم که راهی برآمد نمیابیم. به خدا قسم بخشش هم ندادم. نجیب الله رو چه دور کشیدن رنگ انمو میکنیم. ما برای انمی یکش شوکت جان بس کنیم به یور باور کردن ملایمی کردن. حالا میکایل گپ زنه برادر شوکت محمد، برادر رمضان 100% درست میگه برادر جان که وقتی که ما تا چند قای خاموش بسته ما رو میبرن زندانی میکنن یا کشتن میکنن. ما در یگان جای حق و حقوق نداریم که گپ بزنیم. در دولت های بین الملل میریم گپ میزنیم، از این طرف سیاست دیکتاتوری رحمانوف روان میکنه، خودشون سفید میکنن. یا که دولت های بین الملل نمیدونن که برادر در تاجیکستان مبلغ میگیرن یا که با فساد دست میزنن که یا اون کس به ما گوش نمیکنن. برادر ما باید یک راهی را بگیریم که برادر که این رحمانوف دیکتاتور ما باید تیسر اثر قدرت بگیریم که با این جنایت های ضد ملت دست نزنه. برادر زمین های بدخشان افروختن، اوی و یا پامیریان شما خب کنید، شما در دوشنبه زندگی میکنید، بردن در واروخ کشتن این آدم زمین های واروخ دادن، و یا از لینوبادن از خوجندن خب کنید. شما از پامیر هستین، شما از کلاب هستین. برادر تا کی ما خب کنیم؟ ما باید دیگه چی نکنیم برادر. ما باید همه یک جا باشیم. برای که من دل میسوزه که حاضر از سال 1997 گپ میزنم. من خودم از سال 1997 24 سال عمر داشتگیم فقط یک انسانیت دیدم، امام علی رحمان. که در صدیق هم رفتم امام علی رحمان، در مکتب هم رفتم امام علی رحمان. بعد مکتب پیشوا شد و پسوا شد و حاضر با هیچ دیگه نماند که در توالت های ما همون صورت امام علی رحمان بزنم. بیزار شدم از این رژیم دیکتاتوری رحمانو. سلامت باشیم برادر. تشکر جان. اکنون خواهش میکنم من به ملاحظه‌ام را به صحبت هر دو شما گویم. برادران عزیز، من شما را درک میکنم. برادران عزیز، من شما را درک میکنم، خیلی درک میکنم. و ببینید اینهایی که طرفداران حکومت هستند و این حکومتی که امروز با ظلم حکومت را پیش میبرد، من طرفدار حکومت نیستم، و اینهایی که در
کسانی که از عدالت گپ میزنند، از حقیقت گپ میزنند خائن میخوانند. برادر عزیز اینها مربی ما نیستند. خواهش میکنم نفره که از واتساپ گپ زده ایستادید، من شما را در نظر ندارم، من عمومی گپ زده ایستادم و اینهایی که حالا و دو نفری که گپ زدند نام شما را نگرفتند و شما را نمیشناسند، گپشان عمومی بود. خواهش میکنم شما با این گونه بی‌ادبی سخنرانی نکنید، نوبتتان رو رعایت کنید. من نوبت یک نفر را گرفتم به شما نوبت دادم و از اون کس خواهش کردم که صبر کنند بعد از شما گپ زنند. حالا شما باشید به هیچ کس نوبت نمیدید. خواهش میکنم برادران عزیز، این گونه حکومت کنی و این گونه دولت داری مسئولانش با این گونه دولت داری و با این گونه حکومت داری مربی ما نیستند، تربیتگری ما نیستند. آنها از تو بیرونش کن. آنها تربیتگری ما نیستند. آنها به ما نمی آموزند که چگونه باید مبارزه بود، چگونه باید مبارزه. ما باید برادران عزیز طرزی باید مبارزه بریم که در آن مبارزه انسانگری ما فراموش نشود. طرزی باید مبارزه بود که انسانگری در اون مبارزه فراموش نشود. اینها مربی ما نیستند. حالا برادر عزیز گرامی ما محمد اقبال صدرالدین، خوش آمدید به برنامه. من دوام نمیدیم، ان شاء الله که نوبت را به شما میدم. بفرمایید برادر عزیز. تا شما را انتظار نکنیم بعد صحبت میکنیم. برادر محمد اقبال شق شد تا درست شدن از واتساپ هم زنگ زده شدم تا درست شدن اسباب برادر محمد اقبال. من با کی گپم رو گویم؟ با رمضان حسینیان. برادر عزیز رمضان حسینیان، من خواهشم از شما همین است که در این باره درست است با همین خون گرم، با همین خیل شجاعت و جسارت. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته تمام برادرانی که در سعودی قرار. بفرمایید برادر. بله خوب. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته تمام برادرانی که در سعودی و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. امیدوارم صحتمند باشید. شق شد با ولی برادر رمضان باید ما همیشه هوشیاری را از دست ندهیم. هر یک حرفی که از زبان ما میبراید باید تکتیکی باشد. هر یک کاری که میکنیم، هر یک برنامه‌ای که میکنیم و هر یک سخنی که میکنیم باید تکتیکی باشد. و این برنامه ما اگر مثلا گیریم همین روز من برنامه دارم، برنامه من موضوعش همین است، مقصد نداشته باشد همچون از آسمان پا دراز کرده همین موضوع افتاده باشد، این موضوع مهم نیست به هیچ کس. این ملت را پیش نمیبرد. حالا ببینید شما با خون گرم گپ زده شدید. حالا ببینید خود همین برادر میکائیل که با یک نام دیگر هم برآمد میکردن، حالا برآمد کرده ایستادند برادر. اکنون همین شما خودتان، من و چند نفر دیگر برادران را با 2 سال قبل مقایسه کنید. در چه حالت بودیم؟ با 2 سال قبل مقایسه کنید. این برادر عزیز پیشروی است. همین روز سخنهای شما، همین روز سخنهای خودتان، فکر اندیشه های سیاسیتان را برادران با 2 سال قبل مقایسه کنید چقدر پیشرفته اید. یعنی حکومت امروزه در همون باطلاق عقب ماندگیش غوطیدگی است. حتی حکومت داراش صحبت کند، صحبتش را گوش کنید، خنده آدم میگیرد. نه جهانبینی سیاسی دارد، جهانبینی گگان دانش ندارد. مثل یک مکتب خانه صنف 5م 6م فکر اندیشه دارد. شما در برابر و یک بار خودتان رو مقایسه کنید، یک سر و گردن بالا رفته اید.
این نشانگری آن است که امروز دارد ملت برای از بین بردن یک حکومت کارناشای هم آمادگی دیده ایستاده است و آماده شده ایستاده است و در این مسئله حقیقتا هم ما خیلی پیشرفتگی هستیم و موفقیت وجود دارد. این را باید ما نادیده نگیریم. اما برادران عزیز، اینجا یک چیز ناگفته نماند. حالا چند نفره که ما سخن گفتن بس از گفته ایستادیم، برادر رمضان حسینیان شاید از یک جهت شما درست باشید، اما از جهت دیگر باید این مسئله را نگاه کنید. ما نفرانی که حالا اینجا گفته ایستادیم که سخن گفتن بس است بیایید پیش برویم، حالا از با تماشابینانش و با سخنگویانش و با سخنورانش و به همهش ماکسیموم 14-15 هزار شد. همین خیلی برنامه ها ماکسیموم 14-15 هزار شد، درست است؟ و ماکسیموم پرسماترش 200 هزار شد، درست است؟ ماکسیموم پرسماترش 200 هزار شد. اکنون شما تصور کنید از این میبراید که حالا همه سخن کننده هایی که هر روز در برنامه ها میبینیم، مثل شما، مثل این برادر میکائیل و مثل چند نفر دیگر و مثل اون نفری که من با جناب هستم گفت هر روز میبراید وعده میکند که با دفعه دیگر با سیمایش برآمد میکند و با چند برادران دیگر که از حکومت پشتیبانی میکنند، آنها که همه سخن کننده ها رو جمع کنید 200 نفر نمیشود. همه اگر حالا این به این گپ شما نوبت میباید وقتی که همین نفران 200 هزار نفر شوند، چنانه که 200 هزار نفر تماشابین هست، 100 هزار نفر شوند، بعد وقتی این گپ میباید میگیم که کسانی که هنری گپ زدن دارند بگذار در اینجا مانند و کسانی که هنری گپ زدن ندارند بیاید یک کار دیگر یافتیم آنها در همین مسئله مشارکت کنند. ببینید کسانی که اهل علم هستند به علم مشغول میشوند، اکادمی علوم میروند، در آنجا سر کار میگیرند. کسانی که اهل نظامی هستند، اهل حربی هستند، میروند در وزارت دفاع کار میکنند. کسانی که میخواهند در کشور انتظام در جایش باشد میروند به وزارت کارهای داخلی وارد میشوند و جمعیت ترتیبات را نظارت میکنند. کسانی که میخواهند قانون پابرجا باشد، عدالت رعایت شود، میروند در پروکراتور کار میکنند و اجرای قانون را نظارت میکنند. همین خیلی است برادر عزیز. و حالا ببینید حالا نفران آگاه کم هستند. برای این شوکت محمد، مثلا محمد اقبال صدرالدین، محمد کبیری و چند نفر دیگر مثلا هستند که برنامه کرده ایستاده‌اند. اینها باید شخصانی در انگشتشمار نباشند، 100 نفر 200 نفر باشد و همه اینها باید استراتژی خودشان، برنامه خودشان، اودیتوری خودشان را داشته باشند، با اودیتوری خودشان کار کنند و این برده میرساند آیسته ملت را به بیداری. حالا ما چند نفر هستیم که اینجا گپ زده ایستاده‌ایم، بس گفته ایستاده‌ایم. این بس نیست برادر عزیز. با هر یک کس در سیستم خودش برای بیداری ملت کار کردنش در کار است. حالا یک نفر گولوس میگرانت روسیه وارد شدن، ببینیم چی میگن. الو، گولوس میگرانت روسیه گپ نزدن. از واتساپ زنگ زدگی هستند؟ بفرمایید. رمضان گپ میزنید همراه میکائیل ان شاء الله. الو، سلام علیکم شوکت. و علیکم السلام و رحمت الله. برادر دیگه حوصله مهنت‌های حوصله کردگی دستگیریتونایی مردم ها بینید چقدر مهنت کردید، چقدر حوصله دلخواه گرفته شدید. من خرسندم از این خیلی. تشکر به شما. بینید با شجاعت بچه ها را بینید چقدر نغز استخوان کار بر وقت در استخوان رسیده بود، مردم اکو بیدار شده است. بینید همین دودارو درست گفته شدن، اکنون باید در عمل گذاریم. خوب میشد که همین در وقتی مون همین کارو میشد، یعنی ما میکردیم همین دیکتاتوری همین رژیم رو
بله که همین با همدیگه در همون وطن رفته یک خدمت وطن داشته باشیم. تشکر زیاد به شما برادر عزیز. من بسیار خرسندم از شما، از این دو داره ببینید این بچه‌ها یوش باید الان خیلی باشجاع باشن. شده است قریب شده است قریب اندک یک نفس دیگه ان شاء الله. برادر رمضان بفرمایید، بعد از اون میکایل. این برادر ما یک نفر هستن که چی هستن سربازا که گپشون بریده ما دانکا با شاید گپ میدادیم سخنای بهتری میگفتن از تاریخ میفهموندن باز یک چیزی دیگر میفهمیدیم ده که کشتارای رحمانوف زیاد میدونستن بهتر بشون برادر صحبت میکردن. ماله سرباز گپ میزنید میکروفونتون رو فعال کنید. تو سرباز میکایل گپ زنید. سرباز هستید؟ بله همینجا هستم. بفرمایید. راستی وقتی که این نفرهایی که مخالف میگیرن خشونت در اینجا برآمد میکنن دیگه همون ما را به یاد همون تاریخ میبرن میرسانن و باید که حقیقت ها گفته شود. در برابر آنی که مخالفت میکنن ببینن که چقدر بیادب هستن. تماما از کوچه آدمگری گذشتگی نیستن. این همش نتیجه چی است؟ نتیجه همون سیاست خردمندانه که همه دیگه مردم در هر گوشه و کنار مملکت نتیجه هاش دیده شده است. یک جا یک پسری خردسال تجاوز می شود، دیگر جا قتل صورت می گیرد، دیگر جا خودکشی صورت می گیرد، یک جای دیگه در نمیدونم چی کارهای بدی دیگه. وقتی که سال 1997 صلح به تاجیکستان آمد مردم از حالت جنگ به یک حالت آرامی برگشتند. راستی ما در همون شب و روز یک برادری ما در بیمارخانه بودن، ما همون کس همراهی میکردیم. کسی که در بیمارخانه مدت‌های طولانی اگر همیشه همونجا باشه و نظارت کنه بعد میفهمه که این ملت چی حال داره. بعد برگشتن از جنگ به حالت آرامی ببینید مردم گرفتار همه کسل فشار شدن. کسی را که با فشار می آوردن حتما جان به حق تسلیم میکرد. همچنان زیاد آدم مرد بعد جنگ که در دوام جنگ اونقدر آدم زیاد مردگی نیست. و بعدا این جنگ ختم شد، یک مدت آرامی بود، مردم در یک حالت امن زندگی میکردن که این سیاست ها ببینن که مردم به کجاها کشاند رساند. میلیون ها مردم بر آمدن رفتن. اگه من بسیاری جد وای نمیکنم شما همه نقاطش و جزئیاتش اینجا ذکر کردین. همین نتیجه هایی که امروز از همون مهاجرت مردم است. ببینید که در مهاجرت چقدر مردم قتل میکنن. در یک سال با کمیش 1000 تا بود. به مانند آن است که گویا که این ملت روسیه جنگ میرفته باشند. بله. حالا برادر عزیز کمتر وقتمون تنگ است. همگی 8 دقیقه دیگر وقت داریم. مقسومی عبدالستار چی گفتنی هستید برادر عزیز؟ سلام علیکم برادر. و علیکم السلام و رحمت الله. انشاءالله استاد خوبه برادرها. همین استعفا رحمانوف گفتنیم، همین کارگرای حکومت گفتنیم که خیلی ظلم بد نکنن، بس کنن قورشون اوجد قریب شدگی قورشون هم کنن. استعفا رحمانوف آزادی به تمام سیاسیون زندانی. حالا همین تشکر به شما. حالا همین گولوس میگرانت چی گفتنی هستند؟ گولوس میگرانت رو بردارید بالا. آوازه ما میرفت موشانی یا نه؟ هستید شما گولوس میگرانتی روسیه؟ تمام نیستند. خب برادر رمضان حسینیان و میکائیل رحمانوف به هر دو شما 2 دقیقگی وقت که خلاصه گیری کنید. خب برادرها من جنبه کنم.
گفتنی همه است که چگو با یا دیگر باز کنیم پازانی را یا دیگر باید پدیش کرد سر کنیم برادرو باید زیرکی را از دست نتیم از چگو پسیخولوژیست که خود ما را باید آماده کنیم هیچ وقت رو افتاده نشویم برای که با حق هستیم رانی پوزنه رحمان و رنگ غنی میشنه اگر اسپید کنم میگریزد پیشمون شوهر اختوریش اسپید نکرد بعد دوامشو میفهمم خود ما چیکار کنیم برای نمی چیگو مکن گپ هم اکو بسیار نکنیم برادر شوقت جون برنامه آینده انشاءالله داخل میشویم هیچ وقت رو افتاده نشویم برادرو هیچ وقت نترسیم یا دیگر دستگیری رو فراموش نکنیم خدا نگهبان همتون باشه تشکر زیاد برادر عزیز خب خدا نگهبان برادر شوقت محمد آخری سخن چی گفته نمیدونم که خیلی برادر حسین گفت رمضان گفت باید ما متحد شویم برادر نه بلکه رنگی که اکای عزت امان از شما میگفت مهاجرا از حق و حقوق شما مهاجرا دفاع میکرد حاضر بیچاره که رفته در او کنج زندان ششته با خدا قسم یگان بار از من یگان کمک از وی به من رسیدگی است نه که جان میبره که وقتی که هموطن ما است هم ملت ما است که همه خدمتاش برای همین مهاجرا بود حاضر گرفتن بردن این دیکتاتور رحمانوف ما خب شش دهیم برادر چی میخوام گفتن آخری سخن که نترسین دیگه در کارش بیاین یک گپا شویم میریم تاجیکستان با خدا قسم تا ما از این سیاست رحمانوف گریزیم یا کشته میشیم یا زندانی میشیم یا که در بدر خاک بسر میشه هزار رحمت کلان اکای شوقت محمد در دیگر برنامه‌ها ببینیم امیدوارم در دیگر برنامه‌های ما هم همه خیلی فعال میشوید زنده باشید برادر تشکر فایز آوردید به برنامه زنده باشید حالا یک نفر با نام ایشان محمود وارد شدنی بودند که وارد شده نتوانستند با همین وقت ما هم به پایان خود رسیده ایستاده است تماشابینان عزیز امیدوارم که در برنامه امروزه ما مفید صحبت کردیم مفید بحث کردیم و امیدوارم که از این برنامه امروزه ما شما برداشت های داشتید تماشابینان عزیز گرامی هر راه آخر خود را دارد هر راهی را پایان است هر عمر را پایان است و هر یک منصب را هم پایان است این منصبداران امروز می روند فردا ملت می ماند همین را نمی اندیشند اوی منصبدار دیدی چی شد بس عملیات چسبیدی به هواپیما چسبیدی مردد مثل باران از آسمان ریخت گریختن توانستی حالا مردمی عزیز او از عملیات ریختگی نفران همین منصبداران بودن اکثریتشون ریختن میخیل برای آن که اکثریت آنهایی که به فرودگاه راه یافتگی بودن همین منصبداران بودن ریختن توت برین باران برین از هواپیما به هواپیما جا نشده و قناتهای هواپیما برآمدند نتوانستند داخل شوند تا شما باخبر شدید به فرودگاه آمدید که امام علی رحمان رفت میبرود چیکار میکنید دیگر به انمی ملت روبرو میشوید نه چاپلوسیتون راه دیگه به شما کار میدهد نه این مدح و ثناءتون نه به چشم ملت خاکپوشیتون یگان چیز به شما کار نمیدهد با همین ملت روبرو میشوید با همین ملت روبرو شدن باید شما آماده باشید آمادگیتون را ببینید آمادگیتون را حتما ببینید یگانه مقصد من این بود که امروز شما حکومت داران چشمتان را کشاده یک بار دنیا را ببینید گپ این مردم گپ این مهاجرین را بشنوید که از شما چی میخواهد جوان را دیدید میگوید من 97 تولد شدم صادق رفتم مکتب رفتم مهاجر شدم حالا هم امام علی رحمان بزار شده است مردم بزار
پیش از آن بس کن که بس کند بگویند. یگانه خواهش ما از شما همین است. تماشاگران عزیز، سربلند و پیروز باشید. حالا بعد برنامه ما در تلویزیون ماهواره پیام تیوی و شبکه یوتیوبی ازدا تیوی برنامه سوال روز پخش می شود. امیدوارم پسند شما می شود. مرحمت به برنامه سوال روز بعد برنامه دیدگاه. برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه.